سلام، علیرضا قرداغی هستم و کتاب بعدی که میخوام براتون بخونم وردی که بره ها میخوانند از رضا قاسمی. قسمت اول. 1. مگر نه آنکه هر چیز غرامتی دارد. چه شد که ناگهان یادم آمد به آن 40مین پله، آن هم پس از گذشت این همه سال. راست است که حالا همینطور که دراز کشیدم روی تخت هیچ کار دیگری ندارم جز آنکه فکر کنم به همه چیز. به سین که وقتی می آید به کلاس من دلم می لرزد و می دانم که او هم دلش می لرزد و یک ضربه، فقط یک ضربه کوچک کافی است تا این دیوار شیشه‌ای فرو ریزد و نمیزنم این ضربه کوچک را چرا که می ترسم و نمیزنم این ضربه کوچک را چرا که می ترسم از همه چیز. چرا هیچ خلوت عاشقانه خلوت نیست؟ ازدحام جمعیت است در تخت خوابی 2 نفره. چرا هر کسی چند نفر است؟ چهره‌هایی تماماً گوناگون. چرا عاشق کسی می‌شویم اما با کس دیگری به بستر می‌رویم؟ چرا عشق جماعی است دست جمعی که در آن هر کسی را می‌گاید جز من که همیشه گاییده می‌شوم؟ نکند سر بر شانه تو گذاشته بودم مفیستو وقتی به درد گریه می‌کردم. من عاشق بیمارستانم، نه اینکه خدازار باشم، نه. از اتاق عمل میترسم، از تیغ جراح میترسم، از یک آمپول ساده هم میترسم. اما هر چیز خب غرامتی دارد. اتاق بیهوشی درست است، ممکن است آدم دیگر به هوش نیاید، اما نه، نمیترسم. نه اینکه شجاع باشم، نه، از بزدلی مطلق است. میدانم خودکشی کار آدم‌های شجاع است، شاید هم آدم‌های خیلی ترسو، همانها که در پی جلب ترحمند. اما اگر مرگ خانه کرده باشد در رگ و ریشه‌ات، در عمق هستیت. راستش اگر زنده ام هنوز، اگر گهگاه به نظر می رسد که حتی پرم از جنبش حیات، فقط و فقط مال بی جربزگی است. می دانم کسی که تا این سن خودش را نکشته بعد از این هم نخواهد کشت. به همین قناعت خواهد کرد که برای بقا به طور روزمره نابود کند خود را، با افراط در سیگار، با بی‌نظمی در خواب و خوراک، با هر چیز که بکشد اما در درازای ایام، در مرگ بی صدا. بیهوشی؟ نه، مرگ در اوج رخوت و بیخبری. چه رویایی از این بهتر برای آدمی بزدل که 1000 سال است مرگ شانه به شانه اوست. من عاشق بیمارستانم. شاید علتش این است که در عمرم به دختری متلک نگفتم. چطور بعضیها جرأت می کنند اینطور عقده‌های فرو خفته را جاری کنند در چند کلام وحشتناک، کلمه را بدل کنند به آلتی برا و فرو کنند تیغه تیزش را در عمق جان زنی. نه، من نفرت دارم از متلک، حتی وقتی که برا نیست کلمات، فقط لودگی است و بس، ابزاری برای جماع روح. اما متلکی هست در یک نمایش روحوزی که با همه تمنای جسم که موج میزند در آن، بازتاب یک جور روح خوب ایرانی است، سرشار از به قول نیما حزالی و جلافت. مرد همینطور آب از چک و چانه‌اش آویزان راه میافتد پشت سر زن و خیره به لرز کپلها فک میزند: راه نرو جگر، خسته میشی. حالا هر بار که پایم میرسد به بیمارستان حس میکنم لشکری پرستار زیبا به من میگویند: راه نرو جگر، خسته میشی. دراز بکش، تو فقط دراز بکش و هی فکر کن، ما هم مرتب به تو میرسیم. غذایت را میآوریم توی تخت، ملافه ها را صبح به صبح عوض میکنیم، دستشویی و توالت و اتاق را برق میاندازیم، همه جا مثل دسته گل. هر وقت هر کاری داشتی این دکمه را میبینی بالای سرت، زنگ بزن، مبادا تکان بخوری ها. تو فقط دراز بکش و هی فکر کن. همه خرج را بیمه هم میدهد، از دستمزد جراح و هزینه بیمارستان تا دوا و درمان.
من هم وقتی میبینم این آدمهای نازنین اینقدر اهمیت میدهند به فکرهایم هر بار که قرار است عمل بکنم، مقداری هم از جیب مایه میگذارم تا یک اتاق تک نفره به من بدهند. به عمد از خیر داشتن تلفن میگذارم. بگذار من و آقای معتمدی چند روزی هم که شده از شر این تلفن‌های جانکاه خلاص شویم. به هیچ دوستی هم خبر نمیدهم. نه فقط نفرت دارم از دلسوزی، میترسم خلوتم به هم بخورد. آخر وقتی لشکری پرستار زیبا تر و خشکت میکنند یعنی که فکرهای تو مهمند. غیر از این است؟ حالا یک جای بدن آدم را هم خط نمی کنند. خب بکنند، مگر نه آنکه هر چیز غرامتی دارد. ملافه را کنار میزنم و از تخت پایین میآیم. ایستم لب پنجره، خیره به شاخه های بلوط حیاط بیمارستان، خیره به برگی که همین حالا چرخ میزند به راست، چرخ میزند به چپ، چرخ میزند به کج و میافتد روی سطح سبز چمن، کنار برگ های زرد دیگری که پراکندند اینجا، آنجا، همه جا. چرا همش از مسیرهای کج پر از پیچ و سربالا، نفسگیر، نفس بر؟ چرا همش از مسیرهای نشد، نخواهد شد، مسیرهای ناتوان از شدن، مسیرهای نرسیدن؟ چرا؟ شاید میترسم، شاید خوشم به همین رفتن. چقدر بدم میآید از ته هر چیز، از انتها، از آخر، از ایستادن در لبه فساد، مثل میوه‌ای در انتهای تابستان، مثل ایستگاه آخر اتوبوس یا قطار، اینجا یا هر کجا، مثل این ریه ها و قلب که ایستادن در لبه های فساد و من ناتوان از مهار کردن وضع. سیگار را شروع کردم دوباره از 10 روز پیش. روز اول 3 تا، بعد 5 تا، بعد 6 تا. روز بعد باقی مانده پاکت را کشیدم و شرمنده شدم از شکست خیش. حالا باز روز از نو، ترک سیگار از نو. همه هستیم در دالود همین مسائل کوچک است. چیزهایی که هر آدمی به سادگی از پسشان برمی آید و من باید مثل خر گیر کنم در همان خم اول یا دوم. سهم ندادند انگار لمحه‌ای آسایش مگر به خواب یا به عالم مرگ. عشق هم سهمش برای ما شناست میان ماهیان تاریک اعماق، به ساعاتی که دریا هیچ نیست مگر همه ی حول هستی. سیتروئن آبی رنگی که همان نزدیکی است از روی باریکه آسفالت کنار چمن راه میافتد. برگ‌ها جاکن میشوند، پوش هوا و دوباره میافتند. سیتروئن دور میزند و از حیاط بیمارستان بیرون میرود. دو، وردی که بره‌ها می‌خوانند. تصورش را بکن، انگار در دل سردابه‌ای تاریک 39 پله را پایین رفته باشی به جستجوی آب حیات. 39 پله کم عرض، ناصاف، لغزان. روی هر پله پایت سریده باشد بر سطح یخ زده و تاریک و هر بار نصف جان شده باشی که مبادا سرنگون شوی به قعر سنگ و تاریکی. بعد وقتی رسیده‌ای به 39مین پله همانجا خشکت زده باشد و اصلا به یاد نیاوری این همه راه را در دل ظلمت به جستجوی چه آمده ای. به یاد نیاوری که همه آن 39 پله را آمده ای که برسی به آن 40مین پله. نگاه میکنم به شاخ و برگ درختان، به حاشیه آسفالت باغ بیمارستان، به ردیف ماشین هایی که خاموش و غمزده پارک شدند. انگار به فکرهای اینها هم اهمیت داده شده، انگار اینها هم منتظرند، مثل من که حالا منتظرم. این 8مین بار است. هر بار یک جای تنم را بریدند. بار اول تکه‌ای از پوست شنبولم را، بار دوم لوزه هایم را، بار سوم آپاندیسم را،
بار چهارم تکه ای از استخوان بینی را، بار پنجم تکه ای از زبان کوچک را، آخرین بار هم تکه ای از چشم راستم را. دلم میخواست عکسی میگرفتم از داخل گلو چه شکلی شده است حالا بعد از این همه بریدن و تراشیدن. فقط مانده است یک روز خود حنجره را هم بردارند تا شبیه شود به ما تحت الاغ. کجا رفتند این همه چیزهای اضافی که هی در آوردند و دور ریختند؟ اضافی؟ اگر اضافی بودند که حال و روزم این نبود که حالا هست. بیا دراز بکش، میخواهم فشار خونت را اندازه بگیرم. پرستاری است مارتینیکی، از آن سیاهان دورگه ظریف که اگر گلشان خوب باشد مثل این یکی که حالا دست تو را گرفته توی دست و دارد تلمبه میزند. تو یا میتوانی عاشقش بشوی یا اگر مثل من جای عشقت ساب رفته است فقط میتوانی خیره شوی به آن بناگوش ظریف، به خواب موها پشت لاله گوش و آرام با صدایی که انگار از ته یک سرداب ظلمانی میآید بگویی تو فشارم را اندازه نگیر جیگر، خسته میشی. و این را طوری بگویی که انگار داری یکی از اوراد قدیمی را میخوانی، همان وردی که بره‌ها میخوانند وقتی به پیشانیشان حنا میبندند تا بعد ببرندشان به قربانگاه. همان وردی که من همیشه میخوانم، چون همیشه هی تکه‌ای از مرا میبرند و میاندازند جلوی سگ، چون همیشه چیزی در من هست که اضافی است، مطلقاً اضافی. سه، پرنده‌ای که نبوده است هرگز. همه چیز با آلت تناسلی حضرت ابراهیم شروع شد. خداوند گذاشته بود دنبالش، میخواست بکشدش، چون توی تنش تکه‌ای اضافی بود. اینها را تورات گفته است، من نمیگویم. ابراهیم هم که دید این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست، آلتش را گذاشت روی تخت سنگی صاف و با تکه سنگی تیز محکم کوبید. آخ! تا ختنه کند آن تکه اضافی را. چرا می نویسم اینها را؟ من می خواستم از 40مین پله بگویم، از آن ستاره جادویی. خب وقتی بگویند تو راه نرو جیگر، همینطور دراز بکش و فکر کن، معلوم است دیگر فکرهای آدم هم اینطوری می شوند. همینطور دراز کشیدم روی تخت و همش فکر می کنم به این آلت، به روزی که مرا نشاندند وسط حیاط روی صندلی رنگ و رو رفته ی لهستانی. همه فامیل جمع شده بودند دور و برم. خیره به میان پاهای برهنم می دیدم کل می زنند و می خندند. فکر کردم لابد آنجا مرکز جهان شده است. یک چیز چوبی هم مثل گیره رخت، تکه‌ای نی که از درازان نصف شده بود و میانش شکافی داشت، زده بودند به پوست شنبولم. شده بودم مثل بره‌ای که پیشانیش را حنا می بندند. حس می کردم این هم یک جور گوشواره است، مثل گوشواره های ننه دوشنبه، همسایه سیاه پوستمان. او گوشواره را به پره بینیش می زد، مادرم به گوشهایش. فکر می کردم خب گوشواره را به همه جا می شود زد. حالا زدند به پوست شنبولم. خندیدم. چه می دانستم یکی می گوید اون پرنده رو، و سر که بچرخانم به طرف آسمان. آخ! ناگهان گر میگیرد جهان از سوزش تیغ و من همه عمر باید بگردم پی پرنده‌ای که نیست، که نبوده است هرگز، یا بوده است و همینطور دارد میرود سمت سیاره‌ای که سیاره من نیست. چه میدانستم؟ گفتند حالا میروی به بهشت و من هنوز که هنوز است نفهمیدم بهشت کجاست. در آسمان زیر پای مادران یا لا. این نخستین تکه‌ای بود که از تنم جدا کردند. بعد نخی از سوراخ آن عبور دادند و بندش کردند به میخی که روی دیوار آجری حیاط بود، نزدیک همان سوراخ که مادرم موهایش را در آن فرو می کرد وقتی سرش را شانه می زد. همینطور خیره به نقطه‌ای نامعلوم موها را از لای دنده ها بیرون می کشید، با کف دو دست گلوله می کرد و فرو می برد در سوراخ
تا به معماهای زندگیم معمای تازه‌ای اضافه شود. هر وقت این تکه خشک شد شنبول تو هم خوب می شود پسرم. هر صبح چشمهایم را که باز می کردم پیش از هر چیز می رفتم سراغ آن تکه که آویزان بود به میخ. نگران خوب شدنم نبودم، نگران چیزی بودم که جداش کرده بودند از بدنم و من که می دیدم این تکه هی خوش می شود و می خمد در خود، چنان افسرده شدم که یک روز وقتی همه اهل خانه سرشان گرم بود آرام بیلچه را برداشتم، از حیاط سیمانی عبور کردم، در آهنی را باز کردم و توی محوطه خاکی جلوی خانه شروع کردم به کندن زمین و چال کردم آن تکه اضافی را جایی درست روبروی در حیاط، همانجا که چند سال بعد در یک نیمه شب پاییزی پدر چیزی را چال کرد که سایش در تمام عمر مثل کابوس پهن شد روی زندگیم. آیا مسیح در راه است؟ ستار ساز اختناق است، ویولون ساز دموکراسی. از بس صداش لاجون است، بغض فروخورده است انگار، تنین مخفی ترس و شیدایی. میگویند 1 نفر شنونده برایش کم است، 2 نفر زیاد. اما دیده بودم حوالی 3 صبح که همه اشباح مدرنیته در خوابند و دیگر نه صدای رفت آمد ماشینی هست، نه صدای دور و در همه کارخانه‌ای. چنان رسا می شود این صدا که باید خفش کنی از ترس همسایه. دیده بودم که اگر وسیله‌اش نکنی برای رونق دکان، رازهاش را پرده در پرده باز می کند بر تو. آخر زن است این ساز، از پشت نگاهش کن، موهاش را بافته است انگار و حساس است همانقدر که هر زنی. قهر می کند با تو، راه نمی دهد تو را به خودش اگر که نادیده بگیریش. چقدر هم که اهل حسادت است این ساز. وقتهایی که بازی در می آورد ساز دیگری بگیر دستت، ببین چطور راه می آید با تو. به خود می گفتم این صدایی را که نیمه شبان بیرون می خروشد از این ساز چطور می شود شبان روزی کرد، چطور می شود ستاری ساخت جادویی، ستاری که به یک زخم زرد و سبز و آبی و قرمز کمانه رنگینی از صدا را بیفشاند توی فضا. دیده بودم این ساز با زبان راز سخن می گوید. گفتم از اهل راز شوم مگر نصیبم شود آن ستار جادویی، ستاری که در میانه کار بگوید تو ساز نزن جیگر، خسته میشی، تو فقط مرا بگیر توی بغل، خودم میزنم برات. پس لباس نجاران به تن کردم. گفتم دست به اره و چوب و تیشه برم، شاید مسیح در راه است. تاریکی افتاده بود روی شهر. نگاه کردم به ستاره‌ای در دور دست. آیا پادشاهانی به این سو می آیند؟ سوز سردی می آمد و برگ‌ها روی چمن به جنبشی نامرئی پچ‌پچه می کردند. در اتاق باز شد و پرستار دیگری داخل شد، سپید پوش، و سپیدی اتاق و ملافه ها مکرر شد. از پشت غبارهای معلق چوب. همینطور تکه تکه از تن تو میکنند تا تو را بدل کنند به چیزی که میخواهند. درست مثل من که افتادم به جان این کنده توت که دادم از درازا 2.5 کردند و حالا به کمک یک مغار دارم تکه تکه چوبهای اضافیش را میتراشم تا تبدیلش کنم به یک ستار. جادویی که نه، میدانم هنوز خیلی مانده تا برسم به آن ستار جادویی. این تازه اولین پله است. میدانم باید 39 ستاره دیگر ساخت. میدانم باید همه فوت و فن استادان قدیم را جمع بزنم با دانش غرب. میدانم باید صبور باشم و ذوق زده نشوم به اندکی توفیق. میدانم هیچ فریبی نباید مرا به در کند از راه.
میدانم مثل یک غربی باید با یک فریضه آغاز کنم، بعد آزمون و خطا تا اگر چیزی سد راه نشد، همان چیزهای ترسناکی که میگویند، سرانجام آن 40مین ستار بشود، همان ستار جادویی. کنده را که خریدم بردم به یک کارگاه چوب بری. اوستا لطف کنید و این را از درازا نصفش کنید. اره برقیش را خاموش کرد. نگاهی انداخت به چوب، نگاهی هم از گوشه چشم به من. توت است؟ بند دلم پاره شد. گفتم بله. نه آقا، ببری جای دیگری. نمیدانستم چه باید گفت. این 4مین چوب بری بود که جوابم میکرد. فقط میتوانستم با درماندگی نگاهش بکنم. پرسیدن نداشت. جواب را فوت آب بودم. آقا حوصله نفرین نداریم. 2 برابر دستمزد معمول را هم حاضر شده بودم بپردازم و نپذیرفته بودند. من هم خیال دست شستن از رویا را نداشتم. گفتم هر کسی را می شود خرید، فقط قیمت است که فرق می کند. نگاه کردم به الوارهای چوب که همینطور روی هم چیده شده بودند تا سقف. بعد رو کردم به او که حالا رفته بود کنار اره برقی و طوری پشتش را به من کرده بود که یعنی مزاحم کسب ما نشوید لطفاً. گفتم اوستا 10 برابر حساب کنید، اما کار ما را راه بیاندازید. برگشت. 10 برابر شوخی نیست. ملکه سبا هم بود برمیگشت. شروع کرد به خاراندن ریش. گفتم خسته شدم از سرگردانی. رو کرد به سمت تاریک روشن ته کارگاه و از پشت غبارهای معلق چوب که شناور بودند در ستون نور آقا مصطفی را صدا کرد. اگر درماندگیت را با همه وجود منتقل بکنی، همیشه کسی هست که به دادت برسد. مثل آن نگهبان پیر و مافنگی شرکت صراط المستقیم که وقتی با همه درماندگی به او گفتم آقا کار واجب است، گفت بابام معتمدی رفته از اینجا. بعد که گفتم 24 ساعت تمام است، بیابان به بیابان دنبال او میگردم، سکوت کرد. بعد که گفتم درباره دخترشان است، مسئله مهمی پیش آمده، گفت صبر کن این همکارمان را صدا بکنم، با او رفیق جانی است، باید بداند حالا در کدام کمپ است. بعد گوشی را گذاشت روی زمین و رفت تا من بعد از 10 سال دوری از وطن 2 ساعت تمام با نرخ دقیقه‌ای 5.5 فرانک بتوانم گوش بدهم به صدای سکوت بیابان‌های کشورم، سکوتی مرموز و آشنا. انگار سگی هم در همان حوالی اتاقک نگهبانی بود که گاه گاهی با تمام وجود خودش را می‌تکاند. 1-2 بار هم صدای 4 جفتک جرقه زغالی به گوش آمد. بوی تریاک پیچید توی بینیم. نه، این دیگر امکان نداشت. وهم سکوت بیابان بود. بعد از 2 ساعت صدای دویدن 1 نفر نزدیک شد و بعد صدای هن و هن پیرمرد. بادو بابام، بنده خدا 1 رو بس منتظر است. و پاهایی که صدای دویدنشان آمده بود حالا حرف می زدند تا به این بنده خدا شماره تلفن کمپی را بدهند که آقای معتمدی در آن زندگی می کرد. بله، کافی است درماندگیت را منتقل بکنی با تمام وجود. لابد آقا مصطفی عرق خور بود که بریدن توت اهمیتی نداشت برایش. برید و حالا 6 ساعتی می شد که رفته بودم توی پارکینگ ساختمانمان و افتاده بودم به جان کنده توت. باید تویش را خالی می کردم از هر چیز اضافه‌ای تا شکل کاسه شود. کف دستم تاول زده بود از جای دسته مغار. نفسم هم بند آمده بود از بوی بنزین ماشین همسایه که پارک کرده بود همان بغل. اما من در اندیشه چیز دیگری بودم. می گفتند بجز سید اولاد پیغمبر هر کسی توت را ببرد یا بسوزاند مرضی می گیرد بی درمان. من نه سید بودم نه اولاد پیغمبر، اما تا دلت بخواهد خرافاتی. می گفتم نکند نفرینش بگیردم یک وقت. چوب را رها کردم و آمدم بالا. زنم گفت چرا رنگت پریده است؟ مانده بودم چه بگویم. همینطور از سر بلا تکلیفی دستم را چرخ دادم توی هوا که دیدم همینطور دارد خون می چکد از کف دست.